خوب به این لیوانا دقت کن. اگه من این لیوان رو بخوام در بیارم باید اولی رو درارم، دومی رو درارم، سومی رو درارم تا به چهارمی برسم. اما اگه یه همچین حالتی بود من هر کدومو که می‌خواستم راحت برش می‌داشتم. توی کامپیوترم ما دو مدل حافظه داریم، هیپ و استک. استک دقیقاً مثل لیوانای تو هم دیگه است. اگر من یه چیزی رو بخوام بردارم از توش باید به ترتیب از اینجا شروع بکنم به خالی کردن. یعنی اول باید 3 رو برداری، بعد 1 رو برداری، بعد 5 و بعد 2 رو. اما هیپ حافظه ایه که هر جاش دوست داشته باشم میتونم بذارم. دقیقاً مثل یه سینی که توش لیوانای مختلف گذاشتی، هر لیوانو بخوای میتونی برداری. توی برنامه‌نویسی هم دقیقاً به این شکل. زمانی که ما یه آبجکت بزرگ مثل کار، پرسن، یه اسمی، یه چیزی داریم میایم اینو توی هیپ قرار میدیم، ولی برای اینکه آدرسش رو گم نکنیم بدونیم کی به کیه آدرس حافظه شد از هیپ توی استک قرار میدیم که راحت بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. اگه اطلاعات بیشتری از حافظه هیپ و استک میخوای کافی عدد 26 توی کامنت ها برام بنویسی. من حسین بدرنژادم. فالو یادت نره. دمت گرم. ارادت.